سلام دوستان، خوش اومدین به سومین ویدیوی ما. این دیگه آموزش دوستان، این آموزش هستش و در این آموزش ما اومدیم به شما روش مثلا چجوری شما از بات به پرو تو مولتی بتل فرقی نداره، هر کدوم چیه داره مسکینتون بدین شما. ما حال میگونید اسکینو خفندن اسکین بات. اول از اینکه شما مثلا میخواین دیده بهتری تو بتل داشته باشین، وارد ستینگ بازیمون میشین. تو بخش بیسیک دومی، تو بخش بیسیک، تو بخش بیار مود وارد اینجا میشین. میخواین تو تیر دادن میستادین این ایم اسیست رو آن کنید که البته برای بیشترتون هستش. بعد اگه میخواین دکمه خوابیدن بیاد نوشته هاید بروم باتون، بذارم برای شما نشون بدم با قلم. نوشته هاید بروم باتون، همش این گزینه رو آف کنید بدین صورت. بعد میاین پایین این کویک برای اینکه گاناتون رو سریعتر سویچ کنید. بعد این برای اسلاید زدن، یه موقع اسلاید زدن نمیخورین زمین. این برای شاتگان رمبر. این یکم احساس میکنم من دمیج شاتگان میبره بالاتر تو بتل، و باز بستگی به خودتون داره. همینجوری که میریم پایین تر بریم پایین. مثلا خیلیاتون مشکل مثلا میخواین دمیج بیاد، مثلا این گزینه جدید به بازی اضافه شده، این گزینه داره ADS. این واقعا تاثیر خوبی داره اگه این آفه براتون آن کنید که اکثرا برای همتون آنه. خیلی خوب، تا به اینجا که کاری نداریم میریم پایین تر. این 5 تا گزینه رو تا آخر کم کنید تا باز بشه مثلا دیگه گانتون حالت اینجوری لگد نندازه، کمتر لگد بزنه. بعد این هم گزینه دمیج نامبره واسه اونایی که دنبال اینن که دمیج نامبرشون رو فعال کنن. این دمیج نامبره، میتونید دمیجتون رو فعال کنین. بعد میایم اینجا، این برای ADS مثلا این روی اینه که بعد بزنی روش خودش باز میشه. این بعد نگهداری، این هم بزنی هم نگهداری، دوتاشه. بعد کم کم میایم پایین تر. always sprint، یه جورای کل بیسیک دیگه. always sprint sensitivity، اینا رو تا ته ببرید باز میشه سرعت دویدنتون در بتل مولتی خیلی زیاد بشه. حالا برای این بتل فعلا، ان شاء الله بتل هم ان شاء الله مولتی هم تو آموزش‌های بعدی براتون میذارم. خیلی خوب، میایم پایین‌تر. اینا که اگه شما مثلا میخواین دید خیلی بهتری داشته باشین وقتی میخواین بدوین، این دوتا رو تا ته ببرید. این 86 رو تا این همش دوتا رو فقط تا ته ببرید، خیلی دید بهتری دارین نسبتا کل صفحه گوشی راحت‌تر میچرخونید. و اونایی هم که میخواین مثلا کمتر لگ بگیرین، فریم ریتتون رو بذارید رو های، بیاید تو بخش آدیو، بعد تو بخش افکس. اینجا میتونید مثلا افکت بذارین رو تیرگانتون، حالا هر جوری عشقتون کشید، هر چیزاییه. بعد این سنسیویتی بتل، حالا میتونید این سنسیویتی منه مثلا برای شاتگان چیدم. حالا اگه مثلا خواستین میتونین نگاه کنید ببینید بچینید. مثلا برای اسنایپ هم خوبه، یا برای اسنایپ شاتگان چیدم خیلی خوبه. مثلا اسنایپر اسکوپ سنسیویتی و اینا رو همش رو چیدم. بعد میتونید مثلا بردارین و لذتشو ببرین دیگه. امیدوارم از این ویدیویی که نمیشه گفت شورت ویدیو لذت ببرید و ما رو هم سابسکرایب کنید و ما رو یه هول کوچیکی بدین، حداقل به 5 تا سابسکرایب برسیم. ببینم خیلی آموزش‌های بیشتر و زیادتری براتون بذارم. با تشکر از شما دوستان، فعلا خدا نگهدار.